هر شب جای خالیه یه دست مردونه با رگ‌های برآمده. تو شورتم و سوتیانم خالیه. شوهر فوت کرده، الانم خیلی داغ کردم، کسی نیست، آرومم کمه. خجالت بکشی، گروه تو باستاب درست کردی، سوپر میفرستی تو گروه های باستاب، مردم به در کردی، خراب کردی، کسکونای زنای مردم گرفتی پخش میکنی تو باستاب ها. بیا اینو بخور، پری بخوریش. FBI open up! FBI open up! بگم دیگه من در حد وسام، در حد توانم، هر کاری میتونستم کردم. همت شما بود، ما واسمون بیشتر از این نمیرسیم. این باعث میشه دنبل بیشتری بزنیم، من بعد رگا بیشترش حال بیام. نان پدر حلال دلاور. تنها کسی که نکردت مرحوم احمد پول مخبره، کامیون با بارش توش گم میشه. کاش میدیدمت جای خالی رو برات پر میکردم. بانوی بامرام، چقدر مهربونی، عاشق. خوب آدرس بده، کاری نداره. تفاوت جاده‌های اروپا با ایران اینه، کلا نه که فقط اسفالتاشون فرق بکنه، مهمون نوازیشون هم فرق میکنه. اینجا اگه توی پارکینگ غیر رسمی خوابیدی، صبح بلند میشی میبینی 4 تا آجر گذاشتن زیر تو، تخمات نیست. ولی اونجا ماشاءالله چه دست و دل بازن و چه قشنگ خوش آمدگویی میکنن. اینجا یارو میگه یعنی چی؟ یعنی بوق بزن. اونجا نه، اصل کار نشونت میدن که با دل خوش وارد مملکت فکر کن پسری که یه روز میترسیدی باهاش حرف بزنی که بابات بفهمه، الان اومده تو خونه خود بابات با خیال راحت تو اتاقت خوابیده، چون میگه شوهرت شده. تو ببین عروسکش چجوری بغل کرده خوابیده. دورت میگردم من. ناموسنی چی کاری کردی؟ گواد دیوس، کی رو تو ناموسه؟ کی تو خاره؟ رفیق دارم، من دروغ میگم، اون قسم میخوره. یا رفیق دیگه نداری بیاد اینو بخوره؟ چرا؟ من رفیق دارم، حسن. چی؟ حسن آقا فلان مال شما رو بخوره، بهت نزدیک‌تره، تا به ما برسه عمرت تموم شده. آقا قیافه خودت تو آینه دیدی؟ ابروات مثل ننه بلقیسه، دماغتم که مثل گنبد امام رضاه. آره دیس میکنی دیس میشه. 4 تاتونم بیاین اینو بخورید. چه دیس تو دیسی شد آقا، اصلا خودتون رو ناراحت نکنید. من یه فکری دارم، اولی برای حسن رو بخوره، دومی برای منو، این 2 تا پسرم برای هم دیگه رو بخورن. آقا فدای شما من بشم، برنامه اینستا در اومد برای توسعه کسب و کارهای آنلاین، برای ایجاد شغلای آنلاین. یزیدا خونه تیمیه مگه؟ اینستا رو باز میکنی این داره میذاره دهن اون داره میذاره دهن این. آقا من کاری به خورد و خوراک اینا ندارم. خب ای که سر دماغتم مثل چراغ قوه فنده که نور میده، به اینم کار ندارم. داش ناموسن ای دماغی تو داری؟ والا کارا ثبت نامش انجام بده، اول مری با سرویس بفرستش بره مرز.